دموکرات هم باشد میتواند دیکتاتور هم باشد. مسلمان دموکرات هم هست، مسلمان دیکتاتور هم هست. معروف، اما از خانواده تصوف هستیم بخصوص نقشبندیه و اگرچه قبلگان باز خیلی محبت خاصه به پیشوایان قادریه هم داشت و مثلا یادم هست که قبلگاه همیشه زیارت میکردن از دانلو محمد شریف حصاری تا وقتی که زنده بود. بعد ایشون تورجان رو خیلی زیاد میرفتن زیارت و دیگر مشایخ و پیران طریقتی در تاجیکستان بودن و یک محبت خاص به همه اینها داشتن و از لحاظ افکار سیاسی واقعا یک انسان آزاداندیش، حالا تا جای نزدیک به اندیشه‌های لیبرالی نه به معنی که همه چیز جایز باشد، نه، در مسائل سیاسی، در مسائل مثلا حکومتداری من خیلی دموکرات و نگاهم لیبرالی و دموکراتی است. در مسائل اقتصادی من به نگاه سوسیال دموکراتان نزدیکتر هستم، بیشتر به مسائل اجتماعی خیلی توجه میکنم. صحبت در شهر ورشو در یک صحبت گفتید که خودتان مخالف آمدن هر گونه نظام دینی به قدرت هستید اسلامی، چون تاریخ نشان داد که به جای نرسیدند. چرا پس مثلا از حزب کلمه اسلامی را نبرداشتید و با نام مناسبی که هدف اصلی شما را انعکاس میکرد در تاجیکستان فعالیت نکردید؟ این سوال خیلی خوب است، ولی واقعا من به این نظر هستم و اکثر رهبریت حزب هم به این نظر هستند که در یک حکومت تئوکراتی یا حکومت با نام اله یا از نام خدا به نفع ملت و کشور نیست و ما مناسبترین ساخت جمعیتی و ساخت دولتواری در تاجیکستان را کشور دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی می‌دانیم. البته دنیوی با مفهوم غربی آن، نه به اون شکلی که در تاجیکستان را میخوان عملی کنند. اما چرا ما نام نهضت، نام اسلام را از کلمه حزب یا از نام حزب برنداشتیم؟ چون یک زمینه تاریخی دارد. اگرچه شما میدانید و اکثر بسیاری کساست مستقیم نیست، کلمه را میخونن مطابق محتوای کلمه زندگی نمیکنن. کلمه چی میگه؟ لا اله، نیست هیچ کسی که ذاتش مستحق از اینکه ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. این حال بسیاری کسا هستن که ارتداد عبادتی دارن، در عبادت به مخلوق عبادت کردن، مرتد شدن. و بعضی کسا مرتد سیاسی است، قانون غیر الله را نسبت به شریعت الله چی کرده؟ ترجیح دادن. این ارتداد سیاسی میگه که قانون غیر الله را نسبت به شریعت الله برتریت میده. واقعا من به این نظر هستم و اکثر رهبریت حزب هم به این نظر هستند که در یک حکومت تئوکراتی یا حکومت با نام اله یا از نام خدا به نفع ملت و کشور، حکومت با نام اله یا از نام خدا به نفع ملت و کشور نیست و ما مناسبترین ساخت جمعیتی و ساخت دولتواری در تاجیکستان را کشور دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی می‌دانیم. البته دنیوی با مفهوم غربی آن، نه به اون شکلی که در تاجیکستان را میخوان عملی کنند. اما چرا ما نام نهضت، نام اسلام را از کلمه حزب یا از نام حزب برنداشتیم؟ چون یک زمینه تاریخی دارد. اگرچه شما میدانید و ما سوسیال دموکرات هستیم. مثلا اقتصادی من به نگاه سوسیال دموکراتان نزدیکتر هستم، بیشتر به مسائل اجتماعی خیلی توجه میکنم. چی ما سوسیال دموکرات میگم؟ ما سوسیال دموکرات هستیم به خاطر از اینکه ما نماز خوش داریم، روزه را قبول داریم، لکن اقتصاد سوسیالیستی را قبول داریم. بنابراین تمام علما در وقت روسا کسایی که میگن ما سوسیال دموکرات هستیم، برای اینا میگن یا مرتد هستن. چرا؟ میگن یا مرتد هستن که شریعت الله را قبول ندارن. اما چرا این کمونیستا را مرتد میگفتن؟ به خاطر از اینکه اینا نصف کلمه را قبول داشتن، نصف دیگه کلمه را قبول نداشتن. نصف اول کلمه چی است؟ عبادت الله است. ما قبول داریم، نماز میخوانیم، روزه میگیریم، اما شریعت الله را که این الحکم الا لله میگه آیت قبول، حاکمیت بر الله نمیشه. و بس قرآن میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک کافرون فاسقون ظالمون. هم کافر هستیم، هم فاسق هستیم،
هم ظالم است. ارسیش میشه، قرآن ارسیش برش بیان کرد. اینال اکثرا کسایی که میگن که ما دموکراسی رو نهادینه میسازیم، چی مانا نهادینه ساختن دموکراسی؟ یعنی که انسان سالاری نه خدا سالاری، این باید نهادینه شه. آن چیزی که انسان ساخت همین قانون انسان تطبیق و این بسیار خطرناک است از نگاه عقیده. درس عقیده کسی که نمیفهمه این گپا را میزنه.